تئاتر ما کمی دیهود زندگی میکنیم راستش نرفتگیم نویه وحده نمایش‌ها بسیارتر است. من بیشتر در تئاتری من همون جوانان به نام محمود جان در اونجا بودیم، من لاهوتی بودیم چندین مراتب و بیشتر نمایش‌ها رو تماشا کردیم، مخصوصا نمایش‌هایی که اوید و من در روز جشن مادران داده بودم و جشن مادران داده بودم. پیر شدیم فراموش کرد. ژیزل балет театре чита Маяковский буда Вишневый сад Чехов мондик буда. با خرون نمایشنامه کدوم بود؟ یادم میاد خیلی چنه. وقتی تئاتر اودینو شما دیدم تئاتری که چندین سال ما در روز تماشا میکردیم ای کودکیمون بعد کارش کمبر همون کی بود حیدر قاسم همونو که همون برامون در مکتب بعد برام به پول بردن تئاتر همونو رو من همون تئاتر رو دیدم که خرابی شد همون رو دلم پاره شد. فکرم چی بود؟ لیلی و مجنون عشق لیلی دیوانه میشه چت با سارا با دشت پشت میزنه با مردم اوای مجنون نمیمونن مجنون معنی دیوانه را داره برای اوای همین صحنه‌اش بسیار جذابانه بود در خاطر ما. نمایشنامه اصلا بهترینه که شاهلیر ادیت رو وقتی که هاشم گداف آفریده بود من همون رو بسیار دیدم بسیار دوستش دارم تا حالا فکر میکنم که بار دیگر نمایش با واسطه تلویزیون چون که شاهلیر رو هاشم گداف به درجه عالیش آفریده است نه بلکه در تاجیکستان بلکه در دولت‌های مشترک منافع شهرت نفوذ خودش رو زیاد داره به نهایت زیاد تا تو روزها هاشم گداف رو همچون هنرپیشه خلقی خودشون حساب میکنن به همین خاطر و هاشم گداف به نهایت رول ادیب رو به درجه ارچ اعلاش آفریده است. Сайрам Исоева, Майран Исоева она بهترین هنرمندانی ما و از جوانی در یاد دارم ایشانی رسوم در تئاتر پوشکین در خوجند گرمی داخویک خب اصلی برهانو اینا که حاکم گدای زنده حاضر نه من آدمان بهترینن